سلام، چطوری؟ علی جان، امین کامنت گذاشته بودن و گفته بودن یه ریاکشن داشته باش به جمال مبارز. جمال مبارز چند روزه یه دونه ویدیو جدید داره به اسم ایدی و حسابی ترکونده. صادقانه میخوام بگم طبق معمول تا به حال چیزی از جمال مبارز گوش نکردم. فکر میکنم ایشون بیشتر رپر باشه، نمیدونم به اسمش میخوره. فقط تامنیلای ویدیوشو دیدم همه جا پیشنهاد میشه که یه آهنگ ایدی خوندن. بریم با هم آهنگو گوش بدیم. برو بریم. مبارز. سلام جانم، خوب هستی؟ و علیکم سلام. نه من خوب نیستم، ما که تو رو نبینیم که خوب باشم. دق شدم پشتت. یک هفته پر نشد پشت من دق میشی. ما که تو رو نبینیم پیشم نباشی من دق هستم. کی بیره این همه راهو؟ چه قشنگ بلده. مخترین حرفه‌ای قشنگ. من اگه تو رو نبینم دق میشم، دق میکنم. چی میگینی پشت خانه محمدی؟ میفهمی من برم بدنم میتونم پدرم خانه است. میفهم مردی ما رو میکشن. تو بیا دا بالکن بیا مرا میبینی. داشتی رومئو و جولیتی. چی آمدی جمال اینجا؟ دا جگر جانم بیا که دفعه برد لیموزین آوردیم. اوکی سایز باش میام. صبر کن. عشق. فکر کنم اسمش ایدیه آهنگش. عشق از جمال مبارز. این چجوری نگاه کرد؟ تو رو خدا این تن بمیره. بیا بریم با هم دیگه. قندکی نباتم بدون تو من آقم نباشی زیر خاکم قندل نازنینم هر شب میایی به خوابم یک هفته نبینم ته پشم و خرابم لبخند زیبایت صدای نفسایت در قلبم نمیگیره هیچ کسی دیگر جایت وای چقدر دختر خودش لوس میکنه. چقدر تاقچه میذاره. این همه داره قربون صدقش میره. باحال آهنگش. ولی قضیه ایدی چیه؟ جدیدترین آهنگش رو اینو آورد. جدیدترین 3 روز پیش آپلود شده بود. حالا نمیدونم چرا فکر میکردم آهنگ اسمش ایدیه. بیا با ما یک جاشو بسازم دنیایت مقبول نازوککی نمیمونم تنهایت عشقت بشتر میشه هر روز ولی اول ده دلم کم حالی کاملا عاشق شدیم بدتر از فرهاد و مجنون جستجو کردم دنیا را اما مثل تو کسی نبود تو همدم و رفیقم باشی کل دنیا را دارم با خود عشق یعنی بامزه است آهنگش. چرا من فکر میکنم جمال مبارز الان باید از اون رپ‌های رپ‌های خیلی دارک بخونه. من همچین تصوری ازش دارم. اصلا کلا تصورم عجیب غریب و برعکس بود. خیلی آهنگش جنگولکیه، خالتورکیه. یعنی چشم و ابروی یعنی دلتنگت مش دلتنگ دیدن روی عشق یعنی تو دوک دوک قلبم از من نباشی دور تو باشی در پهلو. سکو میگم 3 روز پیش آهنگ آپلود شده. 3 روز پیش عید فطر بود. آره دیگه. الان فهمیدم چرا به همه میگن، همه جا میگن ایدی جمال مبارز. من گفتم اسم آهنگش ایدیه. بفرما. تو رو دوست دارم فکر دست رو مسوم دوست دارم باشی در بر من در بر هم چفت و چسبیده. اولش میگفت برادرم و بابام هستن نمیتونم بیام، الان باش رفته مهمونی. دختره تو رو دوست دارم فکر دست رو مسوم دوست دارم باشی در بر من در بر هم چفت و چسبیده گوش میتیم با صدای نفس هم باشی باشه بلند میوزیک باشیم سوار لیموزین ماشا تو ملک ما باشی هر دوی ما تنها باشیم تو در بغل ما
نباشی لبخند بزنی از خوشی عکس و فیلم بگیریم و سلفی بانیم ده اینستا استوری بریم چکر بکنیم گردش دور دنیا را ما بگردیم بریم رستوران بتیم فرمایش یگان گلاس جوس یگان آیس کریم تو باشی بس نباشه کس عزیزم از تو میگیرم نفس اگه نباشی تو کنار من فکر بریم سوار لیموزین، بریم با هم چکر و گردش. دوباره اینجاشو بزنم لیموزین. نه باشیم سوار لیموزین ماشا تو ملکه ما باشی هر دوی ما تنها باشیم تو در بغل ما باشی لبخند بزنی از خوشی عکس و فیلم بگیریم و سلفی بانیم ده اینستا استوری بریم چکر بکنیم گردش دور دنیا را ما بگردیم بریم رستوران بتیم فرمایش یگان گلاس جوس یگان آیس کریم تو باشی بس نباشه کس چقدر اینجا سوپ بود. گردیم بریم رستوران بتیم فرمایش یگان گلاس جوس یگان آیس کریم تو باشی بس نباشه کس عزیزم از تو میگیرم نفس اگه نباشی تو کنار من فکر میکنم که از تو مده قفص دل ما جمع نیست غمگینه و غصه به دل ما میشینه دل دیوانه میخواه که یارم بیایه پیش ما بشینه چطور کنم مکت دل مال دل بستیم به تو گلیم شکر شیرینی از سلم به تو کمشه و سلم ما کاملا دی دا دل و مری به تو رفیق دقایق زد ما عاشق شایق تو شقایق غمدم شفیق عشق مرا لایق. چه آهنگ خوبیه برای مهمونی، خوراک مهمونیه. همه با هم اینو بخونن. بریم با هم لیستا. دل و مری به تو رفیق دقایق زد ما عاشق شایق تو شقایق غمدم شفیق عشق مرا لایق. دل بری دل میبری بر ما زیبای مثل پری افسونگری جادوگری از همه زیبای بهتری عشق یعنی تو یعنی چشم و ابرو یعنی دلتنگت مش دلتنگ دیدن رو عشق یعنی تو یعنی تو که قلبو از من نباشی دور تو باشی در پهلوی. شد اینجا؟ اوه همشو داشته خواب میدیده. مدل آدا قادری خوشگل مدلش. بنده خدا این تو خوابم نمیتونه بیشتر از این پیش روی بشه، در حدی که حداقل با یه دختره یه مسافرتی بره. در این حد که رفتم خونه‌شون و با بدبختی باباش نذاشت و یه ذره دختره براش محلش نمیداد و اینا. خوابش هم اینه. بعضی موقع آدم تو خوابم نمیتونه کیف کنه. حیف. باحال بود. برای مهمونی اینا خیلی حال میده. مرسی از همه عزیزایی که این آهنگ معرفی کردن. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ریاکت. آهنگایی که دوست داریم بهش ریاکت داده بشه رو زیر همین ویدیو کامنت کنید. مرسی از همه شما. تا یک ویدیوی دیگه. خدافظ.